به نام خدا. همونجوری که متوجه هستید این زمین خود ماست که میخوایم انگور بکاریم. در وهله اول اومدیم ما به خاطر کمابی یه حوضچه‌ای را کندیم به اندازه تقریبا 2 متر ارتفاع و 4 متر در 3 متر که کندیم زمین و بعدش با بلوک اینا درستش کردیم که آبو نگه داره، که در مواقع لازم به درختای انگور بدیم. بعدش اومدیم ما خاک دادیم آزمایش کنن. خاک بردن آزمایش که گفتن خاکتون ضعیفه، به خاطر همون 4 نوع کود شیمیایی استفاده کردیم تو این زمین. و بعدش اومدیم کانال هایی را کندیم به اندازه 1 متر، مثل این که مشاهده میفرمایید. و اون یکی از اینم از اون یکی یا کانال ها که کاملا کنده شده است. بعدش آوردیم از این ماسه ها هستن، نخودیا، این نخودیا ریختیم داخل اندازه 10 سانت، خاطر اینکه آب خودشون نگه دارن و نذارن که زمین تقریبا خاک خوش بشه. بعدش 4 نوع کود استفاده کردیم، با خاک قاطی کردیم که بریزیم داخل کانال ها که تقویت بشه خاکمون. بعدش با کود حیوانی هم زدیم خب که خاکمون تقویت بشه. بعدش اومدیم تقریبا 1.5 متر همونا رو استفاده کردیم تا خاکمون یک کمی بیاد بالا. الان آماده است واسه کاشتن. حالا ما اومدیم برای کاشت، به خاطر اینکه آبمون هدر نره، از این لوله ها هستن تقریبا آبو نگه میدارن. از اینا لوله هایی هستن که آبو به مقدار و زمان مناسب داخل خودشون نگه میدارن، یواش یواش میدن به خاک تا خاک خشک نباشه. بعدش اومدیم نهال ها رو آوردیم. نهال ها از نهالستان ها گرفتیم، از نهالستان معتبر تضمین دادن به ما، آوردیم. اینم نهالمون یک کمش اینجاست واسه کاشتن. حالا نهال رو گذاشتیم داخل همون کانال ها. این هم یه نهال، میبینید که مثلا همش رو کاشتیم، از یک کمش مونده بیرون که بعدم بخواد رشد کنه یا سرما نخوره، که اندازه یه 10 سانت گذاشتیم بیرون که بمونه که زیاد سرما نخوره. و به اندازه 30 سانتی متر از این لوله ها با این شنا گذاشتیم، که از این لوله ها گذاشتیم 30 سانتی متر از این نهال گذاشتیم تا نزدیک باشه به هم، به نهالمون، که بتونه آب مورد نیازشو تامین کنه. و یه دونه هم این ورش گذاشتیم از این لوله ها با خاک، با همون چیز به اندازه 30 سانتی متر. بغلش هم از این شنای نخودی بادامی کاشتیم که اون گذاشتیم که زیاد آب و هدر نره و خاک همیشه نرم تر بمونه، یعنی خوش نشه. این شد کاشت ما. بعدش میاریم از اون شیلنگ استفاده میکنیم، میذاریم داخل همین لوله ها، آبو باز میکنیم که آبو بیاد داخل این لوله ها که ذخیره بمونه واسه روزهایی که آب زیاد در دسترس نیست.
بعدش که حالا میایم بعدا توضیحات لازم رو انشالله براتون خواهم داد. خدا